سلام به همه، به کانال خودتون هومورلند خیلی خوش اومدین. انیمیشن توالت‌های اسکیبیدی مولتیورس که با الهام گرفتن از سری اصلی این مجموعه توسط کانال یوتیوب دام استودیو که 3 تا جوان ایرانی و خلاق باحال کاراشو انجام میدن ساخته و منتشر میشه. اگر تازه با ما آشنا شدین، ما تو این کانال داریم سری خارق‌العاده مولتیورس و همچنین سری اصلی این انیمیشن که توسط دافوک بوم ساخته میشه رو بررسی و شکافی میکنیم. امروز تو این ویدیو می‌خوایم جدیدترین قسمت اسکیبیدی توالت مولتیورس که منتشر شده، یعنی قسمت مخفی اضافه شده به اپیزود 29 این سری رو به طور کامل در این ویدیو به طور دقیق بررسی و شکافی کنیم. اپیزود کامل قسمت 29 انیمیشن توالت اسکیبیدی حدود 8.5 دقیقه زمان داشت که بخشی که برای ما جذاب صحنه مخفی اضافه شده به این قسمت بود که حدود 1.5 دقیقه میشد. این صحنه مخفی اطلاعات جالب و عجیبی رو ازش میشه به دست آورد که در ادامه به طور دقیق تمامش رو در این ویدیو بررسی و شکافی میکنیم. به هر حال این ویدیو به طور کلی شامل توانایی سفر به ابعاد یوتیوبرها، دانشمند و اسلحه توالت اسکیبیدی شدن، توانایی عجیب الایت کلاکمن و وومن، منبع قدرت کلاکمن مسافر زمان و مسائل خیلی جالب دیگه ای میشه. پس اگر میخواین از همه اینا آگاه بشین، حتما تا آخر ویدیو همراه ما باشید. من لینک ویدیو این قسمت و همچنین کانال دام استودیو که این انیمیشن رو ساختن رو تو دیسکریپشن گذاشتم که اگر دوست داشتین حتما کانالشون رو دنبال کنید و از اونجا قسمت‌های جدید منتشر شده این سری انیمیشن رو هم ببینید. یه چیزی رو هم بعد بگم بعد بریم به اصل ویدیو، اینه که خیلی یوتیوب داره سابسکرایبر حذف میکنه. ما هم داریم تمام تلاشمون رو میکنیم که ویدیو با کیفیتی برای شما درست کنیم و واقعیتش ما واچ تایممون داره کم کم کامل میشه برای فعال کردن درآمدزایی این کانال، ولی خب سابسکرایبمون هنوز خیلی مونده تا 1000 تایی بشه. پس لطفا اگر از کار ما کلا خوشتون اومد، برای حمایت از ما فقط کافیه همون دکمه سابسکرایب رو بزنید و برای دوستانتون که فکر میکنید میتونه این سبک ویدیو هم جالب باشه، هم ویدیو ما رو به اشتراک بزنید. دمتون واقعا گرم، تا اینجا خیلی حمایتمون کردین. اگر دوست داشتین در ادامه هم با کارهایی که گفتم نهایت لطفتون رو به ما بکنید و حمایتمون کنید. اگر که عشقتون نکشید و دوستم نداشتین، خب فدای سرتون. بریم که به اصل ویدیو برسیم. در ابتدای انیمیشن توالت اسکیبیدی مولتیورس 29 صحنه مخفی برای اولین بار پایگاه یوتیوبرها رو می‌بینیم. در اینجا یه توضیح مختصری بدم که این صحنه مخفی عملاً در مورد یوتیوبرهای معروف خارجی هستند که در مورد توالت اسکیبیدی مولتیورس تئوری‌ها، آنالیز یا ریاکت‌هایی رو میرن که دام استودیو با استفاده از این یوتیوبرها معروفیت خودشون رو به حداکثر رسوندن. همچنین در هم ابتدای انیمیشن 3 تا کتاب با موضوع آخرالزمان روی میز وجود داره و همچنین 2 شکل از برخی از شخصیت‌ها حضور دارن، اما از این زاویه به سختی میشه دید که چه کسی اونجاست. همچنین در سمت چپ میتونیم تابلویی رو با عکس‌های شخصیت‌ها ببینیم و می‌بینیم که اونها به هم متصل هستن. همچنین جالب‌ترین جزئیات تصویر اینه که ما تابلویی از دافوک بوم خالق اصلی سری توالت اسکیبیدی رو می‌بینیم. در ادامه کلاک الایت، کلاک وومن و الایت کلاکمن همراه با همی به این جلسه میرسن. در ابتدا ایزو توالت که عملاً اسم کانال یوتیوبش هم هستش، میگه عجیبه که چطوری کسانی که میتونن زمان رو کنترل کنن آخر کسانی هستن که همیشه میرسن. اما در ادامه الایت کلاکمن پاسخ داد نکنه میخوای زمان رو برای پیاده روی متوقف کنم، دوباره این موضوع رو شروع نکنه. اما در همین بین گفتگوها ناگهان چیزی حواس یوتیوبرها رو پرت کرد و همچنین در این فریم میتونیم متوجه تخت چوبی بشیم که اگر به خوبی دقت کنیم با اینکه فوکوس شده، در اصل این تخته داخلش یوتیوبرهایی که در مورد انیمیشن توالت اسکیبیدی آنالیز یا ریاکتی بهش نشون میدن رو لوگوش رو میتونیم ببینیم. البته این تخته در لحظه آخر ویدیو هم به خاطر قرارگیری دوربین به خوبی دیده میشه که در انتهای ویدیو هم بهش اشاره میکنه. اما در همین بین یک مهمان ناخونده به سراغ یوتیوبرها اومد و اون در اصل کلاکمن مسافر زمانیه که با آلارمن شروع به صحبت کرد که قانعش کنه که باید برای نجات اتحاد رئیس کلاکمن‌ها رو بکشه. دیده بودیم در ابتدای کلاکمن مسافر زمان اشاره میکنه که بعد از گشتن 7 بعد مختلف بالاخره تونسته یوتیوبرهایی که دنبالشون بوده رو پیدا کنه. در همین ابتدای صحبت‌های اون میشه این موضوع رو متوجه شد، مثل این که همه یوتیوبرها میتونن در ابعاد مختلف سفر کنن که این ویژگی به اونها قدرت بی‌نظیری میده و همچنین میتونه نشون دهنده مهم بودن این شخصیت‌ها برامون باشه که همچنین توانایی دیوانه کننده‌ای رو داره. سخنان بعدی کلاکمن مسافر زمان خیلی برامون مهمه، چون که اون اشاره میکنه که حلقه زمانی دیگه نیست و اون برمیگرده. در همین ابتدا یه توضیح کوچیکی در مورد حلقه زمان بدم، شاید در موردش اطلاعی نداشته باشین. حلقه زمانی کلا در فیلم‌ها، انیمیشن‌های علمی تخیلی به این موضوع اشاره داره که فردی رو میتونه داخل یه حلقه فرضی زمان حبس کنن که تمام اتفاقای اصلی زندگیش هی تکرار میشن و این فرد دیگه قادر به رفتن به روز بعدی و جدید نیست و تا زمانی که این حلقه زمانی وجود داره هی براش یه روزی با وقایع اصلیش تکرار میشه. مثلا فقط در یک روز و یه تاریخ مشخص هی زندگیش رو تکرار کنه. البته به این نکته اشاره بکنم که اون میتونه مثلا کارهای فرعی مختلفی رو انجام بده، اما مثلا اگر یه فردی داخل یه حلقه زمانی گیر کرده باشه که ساعت 8 صبح مثلا بیدار شه و ساعت 3 عصر هم به روشی کشته بشه، این اتفاق هی براش تکرار میشه و فرقی نداره این به اون چه کاری انجام میده، اما در هر تکرار حلقه زمانی اون
اون ساعت 3 عصر هر جایی که باشه یه جوری کشته میشه و دوباره دقیقاً ساعت 8 صبح همون روز بیدار میشه و این چرخه هی تکرار میشه. خب برگردیم به موشکافی انیمیشنمون. جایی بودیم که کلاگمن مسافر زمان اشاره کرد که اون دیگه در حلقه زمانی نیست و اون برمیگرده و این بار کاری نمیتونین شما بکنین. اما همینجا یه سوالی پیش میاد که اینکه چه کسی قراره برگرده. از طرفی احتمال داره که کلاگمن مسافر زمان در مورد تایتن کلاگمن صحبت میکنه که باید در قسمت بعدی برگرده و تایتن تیوی من را از کشته شدنش نجات بده. اما اگر کلاگمن مسافر زمان در مورد تایتن کلاگمن واقعا داره صحبت میکنه، چرا یوتیوبرها نمیخوان که اون برگرده؟ آیا یوتیوبرها دشمنان اتحاد هستن یا نه؟ در هر صورت این یه سوال مهمه که در قسمت‌های بعدی میتونیم متوجهش بشیم. اما یه فرضیه‌ای وجود داره که اگر یوتیوبرها واقعا بتونن در زمان و ابعاد مختلف سفر کنن، شاید واقعا چیز وحشتناکی رو میدونن که ما هنوز در جریانش نیستیم. اما در ادامه هم الاینت کلاک وومن میگه که ما بد نیستیم و دلایلی داریم که چرا این کارها رو انجام میدیم و کلاگمن مسافر زمان هم کنایه‌ای میزنه که افراد خوب کارهای بدی انجام میدن و بلافاصله الاینت کلاکمن هم میگه که به دلایل خوب. اما کلاگمن مسافر زمان در همین بین عصبانی شد و گفت که این دلایل دقیقاً چیه؟ اما الاینت کلاکمن هم با عصبانیتی گفت که تو متوجه نمیشی، اما بهت اطمینان میدم که هر چی باشه ما انجامش میدیم و انجام خواهیم داد به خاطر آینده دوستانمون. و حالا در اینجاست که الاینت کلاکمن در مورد اتحاد صحبت میکنه و میشه گفت با توجه به صحبت‌های اون هدف یوتیوبرها کمک به اتحاده. آقا یه موضوعی رو من وسط این موشکافی توالت اسکیبیدی بهش اشاره بکنم. ما یک کانال یوتیوب دیگه هم داریم به نام هوتوکلن که در مورد انیمه و مانگا و مخصوصا انیمه دیمن اسلیر یا همون شیطان کش ویدیو میذاریم. اگر شما هم به انیمه و مانگا علاقه دارین میتونید کانال دیگه ما رو هم سابسکرایب کنید تا در کنار هومورلند در هوتوکلن هم همراه ما باشید. لینک کانال داخل دیسکریپشن هم هست یا اگر هم داخل یوتیوب سرچ کنین هوتوکلن براتون کانال دیگه مون میاره. حالا دیدنش هم که ضرری نداره، اگر دوست داشتین حتما یه سری بهش بزنید. بریم که به ادامه موشکافی این سری برسیم. راستی در همین صحنه اگر به این تخته کنار کلاگمن مسافر زمان دقت بکنیم میتونیم ببینیم که 4 شخصیت روی این تخته قرار دارن که در سمت راست پنسلمن، در پایین یک ربات، سمت چپ یک کامرامن و در بالا هم تصویر دانشمند توالت اسکیبیدی از زمانی که اون یک انسان بوده قرار داره. اما به طور دقیق با توجه به اطلاعاتی که داریم نمیشه گفت که این 4 تصویر چرا به هم مرتبطن و برای پایگاه یوتیوبرها به عنوان یه چیز مهمی به تخته زده شدن. اما اگر بخوایم به طور کلی نگاه کنیم، هدف اصلی نژاد پنسلمن ها نابود کردن پروژه‌ای به نام آخرالزمان جیمنه. اما در عین حال اونها به نوعی با دانشمند اسکیبیدی که قطعا سرپرست این پروژه هستن در ارتباط هستن. دام استودیو داخل سرور دیسکورد خودش رو به عنوان لیک ها یک پوستر کامنت رو با دانشمندان اسکیبیدی به ما به اشتراک گذاشت و در این تصویر ما میتونیم نوعی تفنگ رو ببینیم که احتمال داره افرادی رو به توالت اسکیبیدی تبدیل کنه. چیزی که این تصویر لیک شده توسط دام استودیو رو جالب‌تر میکنه این بود که بچهای دام استودیو در توضیح این تصویر نوشته بودن که تازه شروع شده و این تصویر میتونه خیلی مهم در آینده برای ما باشه و همین موضوع هم میتونه احتمال صحت این تئوری که این در اصل اسلحه‌ایه که افراد رو به توالت اسکیبیدی تبدیل میکنه رو بیشتر کنه. در ادامه انیمیشن کلاگمن مسافر زمان گفتش که اون اینجا نیست تا یوتیوبرها رو متقاعد کنه، بلکه برای از بین بردن اونهاست که اومده و کلاگمن مسافر زمان یک انفجار قدرتمند انرژی رو به درون الاینت کلاگمن رها کرد. اما الاینت کلاگمن تونست اون توده انرژی رو تحمل کنه. اما پس از اون کلاگمن مسافر زمان انفجار قدرتمندتری از انرژی رو رها کرد و الاینت کلاگمن به سختی در برابر این توده انرژی دوم و قدرتمندتر مقاومت کرد. در همین بین البته الاینت کلاک وومن هم به کمک الاینت کلاگمن میان و با هم در برابر این توده انرژی مقاومت میکنن و در همین جا کلاگمن مسافر زمان خودش هم تعجب از اینکه چطوری این دوتا تونستن در برابر این توده انرژی مقاومت کنن تعجب کرده. کلاگمن مسافر زمان گفت من منبع تمام قدرت‌های نژاد ساعت‌ها هستم و با این حال شما هنوز در برابر من شانس مقابله دارید که مشکلی وجود داره که به اینجا تعلق ندارین. و در ادامه کلاگمن مسافر زمان عملا خیلی زیرکانه و هوشمندانه این مکان رو ترک کرد و یه جوری در حقیقت فرار کرد، چون که به خوبی میدونست حداقل در این بعد مکانی در مقابل این قدرت یوتیوبرها شانس خیلی زیادی برای پیروز شدن نداره. با توجه به این صحبت‌های کلاگمن مسافر زمان میشه گفته که الاینت کلاک وومن و الاینت کلاگمن منبع قدرت ویژه خودشون رو دارن و مثل بقیه نژاد ساعت‌ها نیستن، چون که همونطوری که کلاگمن مسافر زمان اشاره کرد که اون منبع قدرت تمام نژاد کلاگمن هاست و عملا این یوتیوبرها در یه سطح دیگه نسبت به بقیه کلاگمن ها قرار دارن. در انتها زمانی که کلاگمن مسافر زمان میخواست این مکان رو ترک کنه که ما میتونیم متوجه بشیم که اون در اصل توانایی پرواز کردن رو هم داره و همچنین نوعی وسیله‌ای رو در پشت خودش داره و شاید این وسیله در اصل منبع انرژی اون باشه، اما به طور قطع هنوز نمیتونیم در موردش صحبت بکنیم. در انتها هم همون تخته‌ای که در ابتدا اشاره کردیم که در مورد یوتیوبرهای بزرگ خارجی که در مورد توالت اسکیبیدی ویدیوهاش رو میسازن رو میبینیم. در انتها هم موبی یوتیوبر میگه که چه کسی میخواد
این اتفاق رو به اون گزارش بده. و در ادامه هم یکی از یوتیوبرها به طور خنده‌داری اشاره میکنه که اون میتونه الان برای یه وعده غذایی اقدام کنه. و یوتیوبر کناری هم که الان اسمش رو دقیقاً یادم نیست، ولی تا جایی که یادمه کار ریاکت به انیمیشن توالت اسکیبیدی مولتیورس رو انجام میداد، از شنیدن این موضوع خیلی خوشحال میشه و این صحنه مخفی هم در اینجا به پایان میرسه. دمتون گرم که تا اینجا ویدیو همراه ما بودین. شما نظرتون در مورد صحنه مخفی اضافه شده به قسمت 29 انیمیشن توالت اسکیبیدی مولتیورس ساخته شده توسط دام استودیو چی بوده؟ پس حتما نظراتتون رو در بخش کامنت ها بهمون بگین و اگرم از این ویدیو خوشتون اومده اون رو حتما لایک بکنین و با دوستانتون که فکر میکنین ویدیو ممکن باشم جالب باشه به اشتراک بذارین که اینطوری یک کمک خیلی بزرگی از ما میکنه. کانال یوتیوب ما رو اگر دوست داشتین سابسکرایب کنین و زنگوله کنارش روی آل بذارین که وقتی ما ویدیو جدیدی گذاشتیم شما اول نفر باشین که ازش مطلع میشین. و بازم دمتون گرم که تا اینجا ویدیو همراه ما بودین. اگر عاشق انیمه هستین پیشنهاد میکنم به کانال دیگه ما به نام هوتوکلن که لینکش توی دیسکریپشن هم هستش یه سری بزنین. راستی یه چیز دیگه، اگرم دوست دارین بررسی موشکافی قسمت مخفی توالت اسکیبیدی 72 پارت 1 از دافوک بوم رو ببینین ویدیو سمت چپ و اگر دوست دارین انیمیشنی که با الهام گرفتن از اسکیبیدی توالت اصلی به خاطر داستانی ویژه خودمون رو ساختیم ببینین ویدیو سمت راست رو کلیک کنید. از همراهیتون خیلی ممنونم و توی ویدیو بعدی منتظر دیدن دوبارتون هستم. حتما مراقب خودتون باشین و تا ویدیو بعدی فعلا بدرود.